مرد زاده تاجیکستان سالهای تولدشان 1981 و 1991 در شهر سنت پتربورگ روسیه با اتهام لطوکوب و ربودن یک زن میانسال دستگیر شدند. پلیس پتربورگ ویدیو لحظه لطوکوب و ربودن این زن سال تولدش 1969 را نشر کرده است. بنا به فرضیه مقامات صبح 4 اکتبر ساعت 7:22 دقیقه به پلیس خبر دادند که در پارکوفکای نزد بنای رقم 6 در کوچه پیزاژنیا مرد یک زن را لطوکوب دارد. کارمندان پلیس ساعت 7:28 دقیقه به جای حادثه رسیدند، ولی آن مرد زن را به ماشین خونده سالیارس بار کرده با یک شریکش را بوده است. کارمندان پلیس معاین کردند که مرد آدمربا رستم نام داشته یگان 2 هفته پیش در اینترنت با این زن شناخته شده است. در ملاقات اول زن پیشنهاد رستم را گویا رد میکند و او از این به خشم آمده وی را میدزدد. زن را به بیرون شهر بردنی بودند، ولی در راه بنزینشان تمام میشود و آدمربایان برای خریدن بنزین به یک نقطه فروش سوزشواری می‌درآیند. در آنجا زن از داخل ماشین گریخته در درون حاجتخانه پنهان می‌شود و در را از درون بسته به یاری دعوت می‌کند. آدمربایان اول کوشش کردند که در حاجتخانه را زده شکنند، ولی کارمندان نقطه فروش سوزشواری به پلیس زنگ زدند و آدمربایان فرار کردند. کارمندان پلیس جبردیده را به بیمارستان برده بعد مدت کوتاه گمان به شونده ها را در خیابان گرژدانسک دستگیر کردند.